تا حالا شده رنگ کاپ باشی و با این صحنه مواجه شده باشی؟ پس تا آخر ویدیو با من باش. آقا درود بر سلاطین عشق، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز در خدمت شما هستیم با یه ویدیوی دیگه در مورد کانکور، موضوعی که خیلی واسه بعضیا مهمه و هنوز بهش دست پیدا نکردن. اول یه سری توضیحات راجع به کانکور بدم. ببینید دوستان، اونایی که کانک میکنن کلا دو روش هست. یا باید سولو بازی کنی که خیلی سخته، یا باید اسکواد داشته باشی. اسکواد داشته باشی که خیلی اوکی هستیم، با هم بازی میکنید و خیلی راحت کانک میکنید. اما سولو ببینید سختی های زیادی داره. یعنی شما تیممیت ندارید و کاور درست درمونی ندارید. از این حیث کارتون خیلی سخت میشه. من یه سری توضیحات میدم. ببینید این قسمت بریم که کانکو نگاه بکنیم. ببینید کانکور چجوریه. شما باید جز 500 نفر سرور باشید. خب یعنی هر شب ساعت 3:30 بامداد شما باید جز 500 نفر برتر سرور باشید تا کانکو به شما بده. حالا ما این روشی که میخوایم استفاده بکنیم هم برای افرادی هستش که سولو پلی میدن، هم برای افرادی هستش که اسکواد دارن. فرقی نداره. ببینید به طور کلی کاپا چند دسته تقسیم میشن: برنز، سیلور، گلد، پلاتینیوم، دایموند، کراون، ایس مستر، ایس دامینیتور و کانکور، که اغلب بچه ها همین کانکور رسیدن رو بهش مشکل دارن، بقیه رو خیلی راحت میتونن برسن. یه چیزی هم بهتون بگم، ببینید توی کانکور شدن 2 نکته هست. نکته اول اینه که شما حتما باید به ایس برسید و نکته دوم اینه که شما باید جز تاپ 500 باشید. تا کی؟ تا ساعت 3:30 بامداد. یعنی اگر ساعت 3:30 شد و شما تاپ 501 هم حتی شدید، کانکور رو نمیگیرید. به همین راحتی. دوستان ببینید، برای اینکه بتونید شما خیلی راحت‌تر و آسون‌تر کانکو تجربه کنید و به دست بیارید، باید سرورتون رو عوض کنید. سرور داخل بازی که پلی میدید. الان من مثلا کانک این سیزنم رو توی سرور سورت آمریکا گرفتم. همون روزهای اول بازی کردم. تو 3 روز اول کاپم رو رسوندم به 5000 و تقریبا 100-200 و کانک کردم. شما هم باید همین کار رو بکنید. سرورتون رو مثلا از اروپا میتونید به کرج، همون KGP یا سویت آمریکا یا نورت آمریکا تغییر بدید و یکم آسونتر میشه. شما الان تاپ 1 اروپا رو مثلا ببینید، کاپش 13000. خب تاپ 100 رو ببینید، تاپ 100 اروپا در حال حاضر 8000. اما توی مثلا سوت آمریکا تاپ 100ش 8000 نیست، تاپ 100ش 7000 یا 7100-200. خیلی فرق داره سرور اروپا و سوت آمریکا. شما میتونید همون اول سیزن استارت رو بزنید و خیلی راحت بتونید به کانک برسید. تو این روشی هم که بخوام بهتون بگم، بیشتر نیاز هست یه ماشین بردارید. فرقی نداره چه ماشینید، هر جور راحت بودید. 2 بنزین میخواد و مقداری زیادی بانداژ. همین. حتی کیت هم اگه نداشتید اشکالی نداره. حالا برای اینکه آموزش رو بهتر شما بفهمید و درک کنید، ما یه مچ رو استارت میزنیم.
و به شما این آموزش رو میدیم. حالا بریم با هم تو مچ بهتون میگم دوستان. منطقه‌ای که ما مد نظر داریم کامشکی و دور و اطرافشه. این خونه های این که این ته مپ هستن. الان بهترین جای مپ همین نقطه هستش. حتی استالبر هم نرید، چون استالبر انمی خیلی میاد، انمیاش زیادن. خب ببینید، وقتی که شما اسکواد داشته باشید 3 نفر راش میدید، 1 نفر از اعضای اسکواد میره ریکالتون وای میسه. خیلی راحت میتونید با این روش کانکو بگیرید. اما واسه کسایی که سولو هستن و اسکواد ندارن یا رندوم پلی میدن، ببینید الان خط هواپیما از نوو تا جورجوفول کشیده شده. حالا کامشکی هم گاه یا اوقات اگه روی خط هواپیما باشه انمی میاد. به خاطر همین یا شما این خونه های بالاشو لوت میکنید که مطمئن شید انمی نمیاد، یا میتونید بیاید همین خونه های این چند تا خونه های پایین رو لوت کنید که همین چند تا هم لوت کنید خودش جواب هستش. حالا شما وقتی به کامشکی میرسید، چون هم شاپ داره و هم پمپ بنزین داره و خونه های زیادی هم داره، بهترین فرصت و موقعیت برای شما فراهم میکنه. اول بازی هم که شما چون با مود استارت میکنید، میپرید مود و تا جایی که میتونید باید کیل بگیرید. حداقلش 2 تا رو بگیرید، چون توی بازی پابجی موبایل کیل گرفتن هم مهمه، بهتون پوینت میده. شما مچی که مثلا 0 کیل بیاین بیرون یا 1 دونه کیل بگیرید، زیاد کاپ بهتون نمیده دوستان. اینو در نظر داشته باشید. به هیچ عنوان شما نگران زون و دمیجش نباشید، اصلا هم نترسید. اصلا شما کیت هم نداشته باشید هیچ اشکالی نداره. فقط 30-40 تا بانداج و مقداری قرص و نوشابه، حالا 3 تا 4 تا 5 تا عالی، همین، فقط همین. حتی ببینید، حتی زون اگه انقدر هم باشه، انقدر از زون مونده باشه، باز هم به شما دمیج زیادی نمیده. الان زون دوم هستش، همونطور که دارید مشاهده میکنید. و جونهایی که من دارم 44 تا بانداج، 1 دونه مدکیت، 3 تا فرسکیت، 1 دونه قرص و 4 تا نوشابه هستش که ما اصلا بهتون میگم نه مدکیت لازم داریم نه کیت. شما فقط 2 تا نوشابه میزنید، همین نوشابه ها باعث میشه که HP شما کم نشه یا مقدار خیلی خیلی پایینی کم بشه. ببینید یه ذره کم میشه، خودش دوباره اضافه میشه، چون اون HP زرده پره. حالا در ادامه به شما نشون میدم که چجوری میتونیم تو همین زون بمونیم. خب عزیزان، زون رو ببینید. اینم زون سوم هستش که شاید شما بگید که تو این زون دیگه باید حرکت کنیم و دیگه زون برسه میمیریم، ولی نه، ما تو این زون هم ترسی نداریم و خارج زون هستیم. فعلا خارج زون هستیم تا تعداد نفرات کمتر بشه، چون توی رنکاب معمولا تو زونهای آخر 20 نفر یا 30 نفر هم هستن. شما فعلا باید تو زون بمونید و مثل من بانداج بزنید تا نفرات تا جایی که میتونن کم بشن. زمانی که زون به اینقدر رسید، ببینید زون اینقدر شد، شما اینجا باید حرکت کنید. ببینید دمیج هم نمیده. من هنوز کیتمو دارم و فرست کیتمو دارم. شما تو این زون وقتی اومد سوار ماشین میشید و حرکت میکنید. تو حرکت هم بانداج میزنید و هیچ ترسی از زون شما ندارید. وقتی که شما
توی زون اومدین، ببینید زون انقدر من تازه رسیدم به زون، نفرم 7 نفر بیشتر نمونده، اما توی زون کانک این 7 نفر بیشترن، حداقلش 20 نفر تو این زون باقی میمونن. خب شما تو این زون نباید برید تو خونه ها یا جای وایسین، چون کمپر شما رو میزنه. شما فقط باید ماشین یا باگیتون رو وردارید دور مپ بچرخید، همین. وقتی دور مپ بچرخید هم انیمیا رو میتونید شناسایی کنید، هم کمپرها رو میتونید زیر کنید و همینطوری هم کیل میگیرید، خیلی راحت. الان جون منو شما ببینید، نه مدکیتی زدم نه کیتی زدم، فقط با بانداج، تازه 5 تا بانداج هم اضافه آوردم. همینجوری شما پیش میرید. الان ببینید زون بعدی انداخته، دیگه شما نباید تو زون باشید و بانداج بزنید، چون خیلی زون دمیج میده. همینجوری آروم آروم میرید زونو، خیلی راحت تاپ 10 میشید، یا اگه خیلی خوش شانس هم باشید قشنگ بازی کنید میتونید ایزی وینی یه وین مشتی بگیرید با حداقل 3 یا 4 تا کیل. یه نکته آخر ویدیو بهتون بگم که بسیار نکته مهمی است. من بهتون گفتم ساعت 3:30 بامداد رنگ‌ها ریست میشه، درسته؟ این عکسی که مشاهده میکنید ساعت 1 شبه که من تاپ 214 سرور سوت آمریکا رفتم و در نهایت تاپ 409 من به کانک رسیدم. یعنی تو فاصله زمانی تقریبا 2.5 ساعت من از تاپ 214 اومدم 409. این یعنی چی؟ یعنی از تاپ 100 تا تاپ 1000 فاصله کاپی خیلی کمه. یعنی شما تو یه مچ وین کردی، 4-5 تا کیل هم گرفتی، خب مثلا بهت 16 تا مثبت داد. با اون 16 تا مثبت از تاپ 1000، از رنک 1000 راحت تا 900 یا 850 شما میرسی با 16 تا کاپ. با 16 تا کاپ 150 تا رتبه میای پایین تر. پس این موضوع هم بهش توجه داشته باشید که فاصله کاپی توی کانک بسیار کمه. به آخر ویدیو رسیدیم دوستان. امیدوارم که این نکاتی که من گفتم و این روش هایی که من گفتم به دردتون بخوره و ازش استفاده کنید. فقط یه نکته رو من بگم در آخر ویدیو، این روش هایی که ما گفتیم به کنار، شما باید در کنار این صبور باشید. خب مثلا وقتی شما 10 تا مچ پلی دادین مثبت گرفتین و یه مچ به خاطر اشتباه خودتون اگر منفی خوردین، ناراحت نباشین، خب جبران میشه. بازی کنید، صبور باشید. کانک کردن چیزی نیست که توی 10 یا 20 تا مچ اتفاق بیفته. شما باید بازی کنید 100 تا، چه میدونم 200 تا مچ باید پلی بدین تا بتونید موفق باشید. دم همتون گرم که تا آخر ویدیو بودین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.